یکی از ضد حال ترین اتفاقایی که موقع ادیت عکس میفته اینه که شما عکستون رو به صورت کامل ادیت کردید و وقتی میخواید وارد موبایل کنید یا وارد یه لپتاپ دیگه بکنید یا اصلا وارد فضای اینستاگرامی بکنید، بوم، همه رنگ ها، همه کیفیت، همه چی از بین میره و رنگ ها زرد میشن، بعضیا صورتی میشن و اون چیزی که واقعا بود رو از دست میده. دلیلش چی میتونه باشه؟ سلام، خوش اومدید به دومین ویدیو و دومین قسمت آموزشی تو کانال فامو هاب. من علیرضا شریفی ام، ادیتور، ریتاچر و عکاس و در خدمت شما هستم. امروز تو این قسمت قراره که با هم دیگه یاد بگیریم یک بار برای همیشه چطور میتونیم یک خروجی درست حسابی از عکسامون بگیریم، چجوری کامرا را آخرین نسخش رو همیشه بدونیم از کجا نصب کنیم و چه جوری باید این کار رو انجام بدیم و وارد فضای کامرا را بشیم، تنظیماتش رو انجام بدیم، تنظیمات رنگ رو و شارپ کردن عکس رو، اینکه چه جوری عکس ما شارپ باقی بمونه، نه اینکه چه جوری شارپش کنیم. و در آخر وارد فضای فتوشاپ میشیم و تکنیک ها و روش هایی که میتونیم باهاش خروجی بگیریم رو، اونم به صورت کاملا اصولی، حالا بخواد برای مشتری بخواید بگیرید یا بخواید برای نمیدونم هر جا، برای آلبومتون باشه، برای اینستاگرام باشه، همه رو بهتون یاد میدم، خیالتون تخت و راحت باشه. بریم کم کم سراغ آموزش. توی مانیتور و لپتاپ کامل بهتون توضیح میدم. لایک و کامنت یادتون نره، هر سوالی داشتید برام بنویسید، دکمه سابسکرایب هم بزنید، زنگوله هم بزنید، هر هفته من قرار ویدیو بذارم که جا نمونید. خیلی مخلصیم. بریم سراغ مانیتور و لپتاپ. خب ابتدا کافیه که ما کامرا رو نصب بکنیم. برای این کار من مرورگرم که باز میکنم واژه دانلود کامرا رو میزنم. حالا من اشتباه نوشتم، اینجا کافیه شما بزنید ادوبی کامرا را. دومین سایتی که اینجا برای من آورده ادوبی هلپ سنتر کامرا را پلاگین اینستالر، روش که بزنم راحت برای من صفحه رو وا میکنه. البته با فیلتر شکن یا تحریم شکن اگر بزنید 100% باز میشه. اگر نشد به هر دلیلی میتونید روی صاف 98 هم بزنید، ولی خب این ممکنه آپدیت ها رو سریعتر براتون قرار بده. به هر حال فرقی نمیکنه. وقتی که اوور اینجا نسخه ای که ما میخوایم رو میزنیم. الان 71 جدیدترینشه وقتی که این ویدیو داره ضبط میشه. نسخه قبلش هم گذاشته. کافیه روی دانلودش بزنید، فایلی که دانلود میشه رو دوبار روش کلیک میکنیم و نصب انجام میشه و در نهایت وقتی من روی عکس خامی کلیک کنم به این صورت من یه عکس خام داشته باشم روش کلیک بکنم مستقیم وارد فضای کامرا رای من میشه. خب وقتی وارد این فضا شدیم، همون اول کار قبل از این که به تنظیمات دست بزنیم میام این پایین، میبینید یه سری تنظیمات برای من هست، یه سری حروف انگلیسیه. روش که کلیک بکنم روی ورک فلو من باز میشه. اینجا قسمت اسپیس روی ادوبی RGB خواهد بود اول کار و این هم 16 بیت. من اینو میام پایین میگردم دنبال sRGB، ممکنه خیلی پایین تر باشه sRGB، پیداش میکنم تا با همه دستگاه ها رنگهاش مچ بشه و این عمقش هم میذارم روی 8 بیت. میتونید رو 16 بیت بذارید ولی کششی نداره سیستم های ما، برای همین توصیه میکنم رو همین 8 بیت بذارید باقی بمونه و تیک شارپن فور اسکرین و امانتش هم اماونت استاندارد باشه، حتما روش بزنید و به این صورت فیکسش کنید. در نهایت تو قسمت پرفورمنس من میام یوز گرافیک پروسسورم رو چک میکنم، یا روی آتوه یا حالا یک گزینه دیگه داره که اون کارت گرافیک شما رو انتخاب کرده. من روی آتو گذاشتم و خودش اتومات تشخیص میده و میبینید که اپل M2 رو انتخاب کرد. حالا ممکنه برای شما این روی آف باشه که الان نداریم، یا کلا گزینه های دیگه مثل آتو و آن وجود نداشته باشه. اون موقع باید چیکار کنید؟ اون موقع شما تنها چاره‌ای که دارید اینه که یک نسخه قبلی تر از این نسخه که الان من نصب کردم رو نصب کنید و تستش بکنید، شاید مشکل رفع بشه. در صورتی که باز هم مشکل رفع نشد شما باید برید کارت گرافیکتون رو تست بکنید و ببینید که مشکل از کارت گرافیک هست یا نه. اگر من اینجا روی لنز بلر بزنم و روی اپلای بزنم، اگر این قسمت برای من عمل نکنه و ارور بده، اینجا مشکل از کارت گرافیکه و حتما باید و نیاز هست که شما یک کارت گرافیک قوی تر رو برای سیستمتون
در نظر بگیرید. در غیر این صورت امکان استفاده از این افزونه و همچنین سرعت بالا توی کامرا توسط کارت گرافیک نیست. حالا روی اوپن من میزنم تا برای من باز بشه. توی این قسمت من وقتی وارد فضای ایمیج بشم، این بالا منو بار من روی مود، وقتی که اون حالتی که میخوام حالت رنگی رو و فضای رنگی رو انتخاب کنم، چندین نوع از رنگ ها رو بر من داره. گری اسکیل که همون سیاه سفید ما میشه، فضای خاکستری ایجاد میکنه. RGB CMYK هم که برای فضای چاپ و با این گزینه‌های دیگه ما کاری نداریم. حتی با این لب کالر هم کاری نداریم. من روی RGB قرارش میدم و قسمت بعدی رو روی همون 8 بیت چک میکنم که حتما تیک این دوتا خورده باشه. ممکنه برای اول کار روی CMYK باشه و متاسفانه خیلی عکس ها رنگاش تفاوت ایجاد میکنه وقتی که ادیت میکنیم با وقتی که خروجی میگیریم. رنگ ها معمولا زردتر خواهند شد و همین یک نقص خیلی بزرگی توی کارامونه. میذارم رو همون RGB و فیکسش میکنم. برای خروجی ما چندین روش مختلف داریم. من کاری که خودم همیشه انجام میدم و سالها هم هست این کار رو انجام میدم، نیازی هم به هیچ روش دیگه ای نیست. روی اکسپورت که من میام روی این قسمت اکسپورت از میزنم. لازم نیست روی سیو فور وب بزنید. این قسمتی که نوشته سیو فور وب برای کسایی که میخوان برای وبسایت خودشون، همونطور که خودش نوشته فور وب، برای وبسایت خودشون میخوان خروجی بگیرن. درسته اینجا JPEG داریم، PNG داریم، نه ولی نیازی نیستش. این بسیار تخصصی تره برای امری که روی سایت بخواد انجام بشه. من اینو کنسلش میکنم و روی فایل اکسپورت از رو میزنم. این فضایی که برای من باز میشه به درد اینستاگرام میخوره، به درد چاپ میخوره. در صورتی که برای چاپ بخوام باید فرمت و مودش رو تغییر میدادم. دو قسمت ایمیج مود به درد کار روزمره میخوره، برای نمونه کار ارسال کردن برای مشتری میخوره، هیچ فرقی نمیکنه. روی فرمت که میزنم PNG، JPEG و گیف داره که من با گیف کاری ندارم. روی JPEG که بزنم اینجا کوالیتی برای من باز میشه. من معمولا روی آخرین حالتش برای مشتری قرار میدم که با کیفیت بالا ارسال بشه. ولی اگه بخوام برای اینستاگرام باشه، من ابتدا ویتس رو میذارم روی 3000، یک کلیک میکنم که این ابعادش تغییر کنه و سایزش کمتر بشه و کوالیتی رو معمولا روی 4 و 5 قرار میدم که به عدد 1 مگابایت یا زیر 1 مگابایت برسم. وقتی این اتفاق افتاد، کیفیت من خیلی افت نکرده، تست میکنم، میبینید جزئیات رو من کامل دارم، با اینکه حتی این عکس ما هیچ ادیتی هم نکردیم، شارپش هم نکردیم، با این حال جزئیات بالایی داریم. در نهایت میام پایین و کانورت تو sRGB رو میزنم و Embedded Color Profile رو هم حتما تیکش رو میزنم که رنگ ها خارج از این فضا حفظ بشن و روی sRGB باقی بمونن. من روی اکسپورت میزنم و تو فضایی که میخوام به راحتی خروجی میگیرم. اینجا دیگه کار خاصی نداریم. یک فضای دیگه هم ما داریم که من وقتی رو فایل بزنم اینجا یه سیو کپی دارم که اگرم اینو نخواستید بزنید، وقتی میخواید سیوش بکنید کنترل اس که میزنید، اینجا این فضا برای من دکمهش هست، سیو کپی. تو این قسمت من میتونم روی فرمت کلیک کنم و فرمت های دیگر رو داشته باشم. برای مثال WebP برای سایت به طور کاملا تخصصی تر و فرمت های دیگه JPEG یا فرمت های BMP و قسمت های دیگه. شما حتی اگه بخواید با فرمت و حجم بسیار بالایی این کار رو سیو بکنید، میتونید از این گزینه استفاده بکنید. فرمت های مختلف داره، هر کدوم بخواید یا حتی PSD که خود فتوشاپ باشه میتونید روش کلیک کنید. این تیک رو هم مجددا باید بزنید و در نهایت سیوش بکنید و از شما هم سوال میپرسه. برای مثال من این گزینه رو میزنم، از شما هم سوال میپرسه، میگه که کوالیتیش چقدر باشه، من میگم ماکسیموم باشه یا نه میخوام کمتر و کمترش بکنم. بستگی به من داره و حجمش و کیفیتش هم بالا پایین میشه. در نهایت اوکی رو میزنم و سیو میشه. من کنسلش میکنم. خب با هم دیگه دیدیم که چطور میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم.
از این به بعد خیالت راحت باشه که عکسات قرار نیست رنگ و نورش و حتی کیفیتش از بین بره. اما یه سوالی باقی میمونه، حواستون رو خوب جمع کنید. اگر بازم این اتفاق افتاد چی؟ اون موقع برمیگرده به 2 تا حالتی که قراره بر شما اتفاق بیفته. یکی این که شما قراره که ببرید این لپتاپتون رو یا حالا سیستمتون و مانیتورتون رو به یک متخصص نشون بدید و بگید رنگ‌ها به هم خورده و برای من کالیبرش کن. دومین حالت اینه که شما باید مانیتورتون رو یا لپتاپتون رو به طور کل عوض کنید. اتفاقی که برای خودم افتاد همین بود. من یه لپتاپ قدیمی داشتم و رنگ‌ها فاجعه بود. رنگ‌ها رو کاملا زرد با سچوریشن خیلی زیاد نشون میداد و کار من اصلا اون شکلی نبود. برای همین مجبور شدم برم یک لپتاپ عوض کنم. بعد دیدم خیلی گرونه، اومدم مانیتور گرفتم به جاش. اون موقع هولوش 9 تومن 8 تومن 9 تومن یه مانیتور ایسوس پرو آرت گرفتم و حالا اگر مارک دقیقش خواستید کامنت بذارید و براتون دقیق‌تر توضیح بدم. و بعد از اون لپتاپم رو تغییر دادم و با همون مانیتوری که داشتم کامل کارم راه انداخت. هیچ مشکلی باهاش نداشتم. این 2 تا حالت اتفاق میفته که شما باید یکیش رو بالاخره انتخاب بکنید. و این نکته‌ای هم که توی کالیبره کردن و کالیبریشن لپتاپ‌ها و مانیتورها هست اینه که شما وقتی جایی میبرید اون دستگاهتون رو که کالیبره کنن، اون با اون محیط سازگاره. حواستون باشه که باید یا دستگاهش رو بخرید بیارید اینجا انجام بدید یا به هر نحوی دیگه تو محیط و شرایطی شبیه محل کارتون باشه ترجیحاً، مگر اینکه از پایه و اساس مشکل داشته باشه رنگش که اون جای بحث داره. پس حواستون به این نکته هم باشه. رسیدیم به آخر ویدیو. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان بودم و هر هفته دوباره براتون ویدیوهای حرفه‌ای میذارم. هر موضوعی که دوست دارید تو حتما برای من کامنت بکنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره بزنید، زنگولش هم بزنید که من هر هفته قراره بیام و بهتون یک آموزش پیشرفت و حرفه‌ای بدم. خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. فعلا یا حق.